اینا برادرها سلامت باشین. چوی زمزم، آبی زمزم. اینا برادرها آخری اومدن، بسیار آبگیری اومدن. من هم خیلی دو بقلشگاه آبی خشکو گرفتم. اینا بینه برادرها زمزم. ماشاءالله جای چوی آبی زمزم انا جای ناتورال نیست، انا جای ناتورال میگن اینجا، ناتورال نیست. زمزم اینا برادرها کدام که نیده باشه زمزم سیدو چوهی زمزم. سلامت باشین. همه اینجا اومده زمزم گرفته. خداوند همه شما را نصیب اینجای مقدس گرداند، نوشیدن آب زمزم گرداند. خدمتتون با خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، همه شما را برای همه شما دعاگو هستم که خداوند بخشنده مهربان و خانه مقدس خود همه شما را نصیب گرداند. و این جای مقدس دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان همه شما را دعوت به این خانه خود بکنه. سلام علیکم مردم تاجیکستان. من از شهر مکه برای شما برادران عزیز، خواهران، اخوان، کل مردم تاجیکستان دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان اول برای شما تن صحت، بعداً به خانه خود مهمان گرداند. آمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را نصیب این جای مقدس گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان آینده فرزندای شما را فرزنداش را خداوند نصیب این جا بگرداند. آمین. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان هر نفری که ما را میشناسد، هر نفری که ما را میداند و هر نفری که همراه ما کار میکند، دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برایشان صحتی و سلامتی عطا بگرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان پدر مادرشان را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما را، این خواهر و اپاهای ما را، این مادران ما را نصیب خانه خود بگرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان را برای راست، برای دین صراط المستقیم هدایت بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان آخرت هر کدام آنها را آباد بگرداند. سلام برادران عزیز، همه وقت ما دعاگوی آن هستیم که خداوند صحت سلامت شما را نگهبان باشد و برایتان کشایش کار عطا نماید. ما همه وقت دعاگو هستیم که خداوند بخشنده مهربان چنین دوستا را برای ما زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فیض برکت در خانه‌تان زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران مرا که میشناسند و نفرانی که ما را تماشا میکنند برادران ما هستند، خواهر و اخوی ما هستند، خداوند بخشنده مهربان مهمان خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برایشان تن صحتی، خانه آبادی، فیض برکت عطا بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر قدم آنها را مبارک بگردان در اینجا.